سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. بنیامین یلغی هستم. امروز اومدم با 3 تا راهکار واقعی که اگر قدم به قدم اینها رو اجرا بکنی و برای خودت شخصی سازی بکنی، حداقل میتونه درآمد شما رو 10 برابر بیشتر بکنه. بدون فوت وقت میریم سراغ راهکارها. راهکار اول اصطلاحاً بهش میگن آربیتراژ کردن. حالا آربیتراژ یعنی چی؟ یعنی کسب درآمد از اختلاف قیمتی که وجود داره و این اصطلاح توی بازار مالی به شدت استفاده میشه. بانک ها و مؤسسات دارن میلیون ها دلار، میلیاردها دلار از این اصطلاح دارن در میارن. یعنی چی؟ یعنی تو قیمت پایین تر بخر و به قیمت بالاتر اون رو بفروش. حالا سنتی ترش چی میشه تو بازار و عوام؟ یعنی چی؟ یعنی شما یک محصولی که یک محصول یا خدماتی که قیمتش ارزون تره رو میخری، میبری یه جایی که قیمتش بالاتره میفروشی و از این اختلاف قیمت سود میکنی. مثالش چیه؟ مثلا شما طراحی سایت انجام میدی، کدنویسی بلدی، تدوین و ادیت بلدی، تدریس زبان انگلیسی بلدی یا هر چیزی. به شما تو ایران دستمزد خیلی کمی میدن ولی اگر همین رو بیای به خارجی ها خدمات ارائه بدی، چون اونجا میانگین حقوق و متوسط حقوق بالاه، به شما مبلغ بالاتری میدن و شما از این اختلاف قیمت سود میکنی. مثالش چیه؟ مثلا شما طراح سایت هستی، در ازای هر طراحی سایت اینجا توی ایران به شما 20 میلیون تومان پول میدن که در حال حاضر مثلا حدود 200 دلار برای شما سودآوری داره. ولی همین طراحی سایت رو تو کشورهای حوزه خلیج فارس توی اروپا به شما میدن 1000 دلار الی 2000 دلار. یعنی این 200 دلار شما حداقل 5 برابر بیشتر شد، حداقل 10 برابر بیشتر شد. این یک آربیتراژ و اختلاف خیلی بزرگیه که شما میتونی ازش کسب درآمد بکنی. ببین خیلی‌ها نمیدونن، فکر میکنن که ثروت یک عدده. نه، ثروت یک نسبته. مثلا اگر شما 500 میلیون تومان در میاری ولی هزینه های زندگیت 550 میلیونه، شما احساس فقیر بودن میکنی. ولی اگر درآمدت 500 میلیون باشه ولی هزینه های زندگیت 100 میلیون باشه، چون این پول بیشتر از نیازته، شما حس ثروتمند بودن میکنی. حالا اگر میخوای حس ثروتمند بودن بکنی، یا باید درآمدتو بیشتر بکنی یا باید خواسته هاتو بیاری پایین. و کلید ثروت اینه که شما بیشتر از نیازهات داشته باشی. حالا یا باید به فکر این باشی درآمدتو بیشتر بکنی یا اینکه نه، خواسته هاتو بیاری پایین. راجع به آربیتراژ یه چند تا مثال میخوام بزنم و با هم گپ و گفتی داشته باشیم. مثلا من چندین بار شنیدم که تو استان یزد، چون یک استان گرم و خشکیه، مرکبات کشت نمیشه و کم پیدا میشه، مثلا پرتقال، نارنگی. ولی استانهای شمال کشور مثل استان گلستان، مثل مازندران، اینجا مهد مرکباته. حالا میان کسانی که واسطه‌گر هستن به صورت عمده پرتقال رو از باغدار یا کشاورز میخرن و به قیمت 2 برابر، 3 برابر بیشتر، 4 برابر بیشتر تو استان یزد میفروشن. حالا شما باید ببینید تو استانی خودت، تو شهر خودت چه محصولی وجود داره که جاهای دیگه حاضرن چندین برابر بابتش بها پرداخت بکنن. اینو بشین با خودت فکر کن. یا چی؟ یا چه مهارتی داری که اینجا پول خیلی کمی بهت میدن ولی جای دیگه پول خیلی بیشتری بهت میدن. مثلا شما یک ادیتوری یا یک ادمینی، در ازای ادیت هر ویدیو تو شهرستانی که داری زندگی میکنی، تو جایی که زندگی میکنی، مثال میزنم 300,000 تومان به شما میدن. ولی اگه شما تو کلان شهرها، تو پایتخت کشور مثل تهران، تو کلان شهرها مثل اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز به پروژه بگیری، حداقل به 600,000 تومان میدن، 800,000 تومان میدن، 1 تومان میدن. یعنی حداقل 2-3 برابر بیشتر از جاهای دیگه دارن پول میدن و هزینه میکنن بابت یک مهارت یکسان. پس شما باید ببینی که الان جایی که دارم زندگی میکنم چه محصولی هست که جاهای دیگه بیشتر حاضرن بابتش پول پرداخت بکنن، یا الان چه مهارتی دارم یا چه مهارتی میتونم کسب بکنم که چندین برابر بیشتر حاضرن جاهای دیگه بابتش
پول پرداخت بکنن. یک نمونه دیگه آربیتراژ شبکه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی شما با یک مقدار هزینه خیلی کم یا حتی بدون هزینه به یک افرادی دسترسی پیدا می‌کنی که اگر میلیون ها تومن هم اگر پرداخت بکنی شاید به اونها نتونی دسترسی پیدا کنی و حتی وقتش رو نداشته باشن و تو بتونی با صرف یک هزینه خیلی کم بتونی به این افراد دسترسی داشته باشی و شبکه سازی بکنی. حالا باید ببینی افراد موفق، افراد ثروتمند بیشتر کجاها میرن. مثلا سر صبح ساعت 5 صبح، 6 صبح، 7 صبح میرن یه سری جاهای خاصی میرن ورزش میکنن، پارکی باشه، جنگلی باشه، هر جایی. یا لابی هتل ها، افراد ثروتمند اونجا هستن، شما به جای اینکه قهوه تو توی کافی شاپ بخوری میتونی بری لابی یک هتل 4 ستاره، 3 ستاره، هتل خفن و اونجا بتونی با افراد ثروتمند کانکشن بزنی. یا مثلا باشگاه های ورزشی که بالا شهر هستن، گرون قیمت هستن و امکانات خفنی دارن، افراد ثروتمند میرن تو همچین باشگاه‌هایی تمرین میکنن. یا مثلا استقرهایی که امکانات خفنی دارن، گرونتر از بقیه، افراد ثروتمند برای استراحت کردن و ریلکس کردن میرن همچین استقرهایی و شما هم میتونی با پرداخت یک مبلغی به همچین افرادی دسترسی داشته باشی. مثلا میری باشگاه بالا شهر، مثلا بقیه باشگاه ها شهریه‌شون ماهی 1 میلیونه ولی شهری اون باشگاه ها 3 میلیونه، 2-3 برابر بیشتره، ولی میبینی که همه دور اطرافیانت کارخونه داره، شرکت داره، 20 تا کارمند داره و اینجوری میتونی باهاشون دوست بشی، کانکشن داشته باشی و حتی اگر ایده‌ای داری برای کسب و کار بیای جذب سرمایه انجام بدی برای کسب و کار خودت که بتونی کسب و کارتو ارتقا بدی. و عملاً آربیتراژ یک طرز فکره و عملاً یک سبک زندگی کردن آربیتراژ. یعنی شما حتی میتونی که در ابتدای کسب و کارت هر مقدار پولی که در میاری به جای اینکه صرف و هزینه عشق و حالت بکنی، مسافرتت بکنی، بریزی داخل خود کسب و کارت که کسب و کارت قوی تر بشه، پایه‌هاش قوی تر بشه که بعداً بتونی چند صد برابر بیشتر ازش کسب درآمد داشته باشی و پربازده در این سرمایه گذاری روی خودت و بیزینسیه که الان در حال حاضر داری. این میشه نمونه آربیتراژی که ما میتونیم استفاده کنیم توی زندگیمون. راه دوم برای ارتقای درآمد 10 برابری چیه؟ اینی که کاری بکنیم تعداد آدم‌هایی که میشناسی بیشتر بشه. حالا چی کار بکنیم آدم‌های بیشتری ما رو بشناسن؟ اینی که بهشون هدیه بدیم. حالا 2 تا کلمه وجود داره که تو بازاریابی جز قوی ترین کلمات حساب میشه، کلمه رایگان و کلمه جدید. براتون مثال میزنم که قشنگ براتون جا بیفته. ببینید مثلا اگر شما مربی بدنسازی هستی میتونی یه کاری بکنی، یک چالش 6 هفته‌ای برگزار بکنی که تو این 6 هفته بیای تمام خدماتت رو رایگان ارائه بدی. مثلا برنامه غذایی بهشون بدی، برنامه تمرینی بهشون بدی، پیگیریشون رو انجام بدی، برنامه‌ای که بهشون داده میشه کاملا شخصی سازی شده اون شخصه. ولی یک شرطی میذاری، میگی ببین کل مبلغ رو ابتداش پرداخت میکنی و میای تو این چالش 6 هفته‌ای و اگر تمامی برنامه‌ای که ما میدیم رو تا آخر کامل اجرا کنی، آخر این پروسه کل پولت رو بهت برمیگردونیم و این امکان ذهن مخاطب رو قلقلک میده و اون رو بیشتر ترغیب میکنه که بیاد تو این چالش و شرکت. یه مورد دیگه مثلا از تجربیاتی که داری تو یک حوزه میای یک کتاب تدوین میکنی و یک کتاب مینویسی و این رو رایگان در اختیار مردم میذاری. و یه مورد اصلا تو بیزینس نترس که من بیام تو یک کتابی، تو یک دوره‌ای، تو یک سوشال مدیایی مثل اینستاگرام، یوتیوب بیام تمام رمز و رازهایی که توی کسب و کارم دارم، توی بیزینسم دارم، توی تخصصم دارم رو بیام به مردم ارائه بدم و کل رازهای من فاش میشه. نه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. و اگر شما بیای اطلاعات تخصصی بدی که ارزش داشته باشه، واقعا مثلا یه چیز چرت و پرت و نیای بیای رایگان بذاری، یک چیزی باشه که واقعا ارزشمند باشه، این باعث میشه یک تقاضای عظیمی برای اون محصول یا خدماتی که داری ایجاد بشه. مثلا اگر مدرسی میتونی یک محصول یا یک خدماتی که دیگران بابتش میلیون ها تومان پول میگیرن از مردم بیای رایگان قرار بدی
ولی در ازاش یک چیزی ازشون بخوای. مثلا من این پروژه رو بهت رایگان میدم، این آموزش رایگان میدم، ولی در ازاش باید این نرم افزار رو نصب بکنی که هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. اگر میخوای این دوره آموزشی رو بهت بدم، این خدماتی، این محصول رو بهت بدم، باید مثلا این فرم رو پر بکنی که بعدش من در اختیارت قرار. یا مثلا یک چالش و مسابقه برگزار بکنی و تو اون یک جایزه بزرگی قرار بدی برای کسی که بیشترین دوست و اطرافیانش رو معرفی بکنه که محصول شما رو بخره یا خدمات شما رو بخره و یک گروهی رو بیاره به کسب و کار شما. پس ببین، تو اگر میخوای پیشرفت 10 برابری رو تجربه بکنی، با یک تغییر کوچیک نمیتونی این کار رو بکنی. باید یک بهایی بپردازی و یک تغییر اساسی توی سیستمت ایجاد و در کنارش یک ارزش واقعی، یک ارزش ملموس ارائه بدی به مخاطب. یعنی چیزهایی که بقیه بابتش 10 میلیون پول میگیرن از مردم، 100 میلیون پول میگیرن رو شما بیا رایگان در اختیار مردم قرار بده. ولی نکته مهمش چیه؟ این که واقعا اون چیز ارزش داشته باشه و مردمی که دارن این محصول رو استفاده میکنن، دارن این خدمات رو استفاده میکنن، واقعا متوجه بشن که انرژی گذاشتی، تایم گذاشتی و کلی هزینه کردی بابتش، که اون حس جبرانه، اون حس ادای دینه توی دلش ایجاد بشه. و تنها راهی که میتونی یک هدیه گرون بدی، یک آفر طولانی مدت بدی، اینه که مطمئن باشی در کنار اون محصولی که آفر داری میدی، اون هدیه‌ای که داری میدی، یک محصول جانبی دیگه داری که هدفت اینه که سرآخر این محصولی که پولیه رو بفروشی. یعنی یک چیزی که خیلی گرون قیمته رو داری رایگان میدی، یک حس ادای دینی در مخاطب ایجاد میکنی که بعدن این محصول جانبی تو بفروشی. این یک مدل کسب و کار خیلی خفنه که تو دنیا هم رواج داره. این مدل کسب و کار که من خیلی بهش علاقه دارم چیه؟ مرحله اولش اینه، میگه ببین مردم چی میخرن، یعنی مردم به چی نیاز دارن و چی میخرن. حالا توی مرحله بعد این محصولی که مردم میخرن رو بیا بهترش کن، بیا یه سری امکانات خفن‌تر بهش اضافه بکن و بعد از اینکه بهترش کردی بیا این محصول رو رایگان کن و بعد از اینکه رایگان کردی از محصول جانبیش پول در بیار. و این میشه مدل کسب و کار فریمیوم که شما یک نیازی در مردم شناسایی میکنی که مردم دارن بیرون از اینجا کلی پول بابتش پرداخت میکنن و میای فکر میکنی که من چجوری میتونم بهترش کنم، یه خدمات بهتری ارائه بدم و بعد همون خدمات رو رایگان میکنی، سر صدا میکنه بین مردم و میای از محصول جانبی که در کنار این محصول داری میای پول در. یعنی اینکه ما یک عالم ارزش به کیف پول یک شخص دیگه میخوایم بریزیم که بعدن همه اون ارزش ها رو به شکل پول به ما برگردونه. و این استراتژی نیاز به صبر و نظم به شدت زیادی داره. به خاطر همین مطمئنم که نتیجه میده. چرا؟ چون 95% مردم اونقدری صبر ندارن، اونقدری نظم ندارن که بیان همچین سیستمی رو برای خودشون بسازن. حالا راه سوم برای ارتقای درآمد 10 برابری چیه؟ بحث سلاح قیمت گذاری کردنه و قوی ترین اهرم برای افزایش سود توی بیزینس. حالا شما چه کارمند باشی، چه فریلنسر باشی، چه شرکت بزرگی داشته باشی که میلیون ها دلار داره پول در میاره، میتونه از این اهرم استفاده کنه. اگر کارمندی و میخوای درآمدت بیشتر بشه، کلا 3 تا راه بیشتر نداری. راه اول چیه؟ اینی که مستقیم بری پیش رئیست و تقاضای ارتقای درآمد بکنی که من این رو توصیه نمی کنم. چرا؟ چون خیلی کم درآمدت بالا میره. حالا روش دوم اینه که درخواست تغییر جایگاه بدی، چه تو اون شرکت چه شرکت های دیگه. مثلا اگر منشی هستی و میبینی که یه کارمند دیگه توی یک پوزیشن دیگه توی جایگاه دیگه تو اون شرکت داره 2-3 برابر بیشتر در میاره و تو هم میتونی همون کار رو انجام بدی، میای درخواست تغییر جایگاه میدی، چه تو اون شرکت و چه یک شرکت دیگه. و معمولا اگه تو همون شرکت تقاضای تغییر جایگاه انجام بدی، آنچنان
زیاد درآمدت بالا نمیره، باید بری به یک شرکت دیگه پیشنهاد بدی. حالا مورد سوم که بهترین راهشه اینه که شما بیای خودت رو ارزشمند نشون بدی و هر جوری شده خودت رو گره بزنی به سیستم درآمدی اون مجموعه و شرکتی که داری کار میکنی و نشون بدی که چقدر سوداوری داری برای مجموعه و اگر نباشی چقدر متضرر میشه اون مجموعه. و اگر اینطوری نباشه و شما برید تقاضای درخواست حقوق بدی، شاید 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر دیگه هم مثل شما باشن و اگر حقوق تو رو اون شرکت افزایش بده، باید حقوق 2 نفر، 5 نفر دیگه هم باید ارتقا بده و این عملاً برای کسب و کار یک ریسک حساب میشه. پس اگر کاری که داری انجام میدی بقیه هم میتونن انجام بدن، پس شما دیگه تقاضای ارتقای درآمد آنچنان معنی نداره و اکثرا هم با درخواست رد مواجه میشه. من بابا همین تو باید ببینی که من چه ارزشی میتونم ارائه بدم به غیر از کاری که دارم انجام میدم، چه جوری میتونم درآمد شرکت رو بیشتر کنم که از اون ور درآمد خودم هم بیشتر بشه. حالا یک راه چهارمی هم وجود داره، اینه که خب بیزینس شخصی خودت رو بزنی. حالا بیزینس شخصی خودت رو که میزنی دیگه شما یک دونه رئیس نداری، کلی رئیس داری که اونا مشتری های شما هستن. چیکار بکنیم که از بحث قیمت گذاری سود بیشتری به دست بیاریم؟ اول اینکه قیمت محصولت رو بالاتر از متوسط عرف قرار میدی. حالا ببین یک قیمت مرجعی وجود داره که همیشه قیمت رو ذهن مردم و مشتری با اون قیمت مرجعه میسنجن. مثلا فرق داره من بگم 100 میلیون تومان بعدش بگم 1 میلیون تومان با اینکه بگم 1 میلیون بعدش بگم 100 میلیون. چرا؟ چون ناخودآگاه وقتی اول یک عدد بالایی گفته میشه، عدد دومی نسبت به اون مقایسه میشه و ارزشش میاد پایین. مثلا توی رستوران نصرت شما وقتی میری استیک میخوری، حدود قیمتش بین 90 الی 100 دلاره که بین کسانی که تو حوزه استیک دارن کار میکنن به شدت قیمت و عرف بالای محسوب میشه. حالا تو همون نصرت میان یک گوشتی رو توی فویل طلا میپیچن و میارن قیمتش بین 2000 دلار الی 3000 دلاره. حالا مردم میان این استیک 90 الی 100 دلاری رو با اون استیک 2000 دلاری و 3000 دلاری دارن مقایسه و این باعث میشه که خب اون بیزینس حد اکثر سود رو انجام بده و از اون ور وقتی مخاطب از این محصول 2000 دلاری 3000 دلاری داره استفاده میکنه، حس ارزشمند بودن بهش دست میده، انگار داره اعتبار جمع میکنه، انگار داره عزت نفس، اعتماد به نفس داره جمع میکنه برای خودش. مثلا مثالش چیه؟ مکدونالد سالهاست که قیمت برگرهاش ثابته و اگر فقط برگر میفروخت که خب ورشکست میشد تا الان، ولی بیشتر حاشیه سودی که داره مکدونالد از نوشابه‌ای که داره میفروشه، از سالادی که داره میفروشه، از بستنی که میفروشه، از سیب زمینی که داره میفروشه است و داره از خدمات جانبی که داره میده سوداوری داره که این مثال مکدونالد مربوط میشه به اون بحث دوم اون که یه کاری بکن که افراد بیشتری تو رو بشناسن، قیمتات تو سالها تغییری نده و یک محصول جانبی برای خودت بیار و از اون محصولات جانبی که چندین برابر گرونتر هستن بتونی درآمدزایی داشته باشی. شما 100% تو بیزینست باید یک محصول فوق گرون قیمت و لاکچری داشته باشی، ولی به این هدف نذار که اینو بفروشی، نه، به این هدف بذار که قیمت مرجعی داشته باشی که قیمت‌های دیگر نسبت به اون پایین‌تر دیده بشن، ولی در کمال تعجب می‌بینی که اون محصولی که فوق گرون گذاشتی، چندین برابر گرونتر گذاشتی رو مردم میخرن و شما چندین برابر بیشتر سود میکنی توی کسب و کارت. پس یک جمع‌بندی بکنیم تا حالا چیزهایی که یاد گرفتیم و اقداماتی که باید شما انجام بدی. بیا کل افرادی که میشناسی، شماره تلفنشون تو مخاطبین تو هست یا توی سوشال مدیا، اینستاگرام، توییتر، هر جایی فالوشون داری، بیا لیست کن و این رو به 3 قسمت تقسیم کن برای تو. خب قسمت اول میای میبینی که به چه افرادی توی کانتکتام، توی فالوورام، توی آشناهام میتونم یک محصولی رو ارزون بخرم و گرونتر بهش بفروشم. چه افرادی وجود دارن؟ حالا مورد بعدی
میای فکر میکنی من چه محصولی میتونم درست کنم یا چه محصولی دارم، چه خدماتی دارم یا میتونم درست کنم که این رو به صورت رایگان به مردم بدم، در صورتی که بیرون از اینجا دارم کلی پول بابتش مردم میدن. و مورد سوم اینه که چجوری میتونم توی خدماتی که دارم ارائه میدم، تو محصولاتی که دارم، یک محصول فوق گرون داشته باشم و یک مرجع داشته باشم برای قیمت گذاریم که قیمت های ما بقیه محصولاتم به شدت پایینتر دیده بشه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که به شدت براتون مفید بوده باشه.